شهرها رو یکی پس از دیگری گرفتن، موصل و خلاص شهرهای دیگر رو شروع کردن به کشتن انسانهای بیگناه. در اینجا وقتی که ما میگیم انسانهای بیگناه، میان میگن که نه خیر، اینا بیگناه نبودن، اینا یا در حکومت سابق کار میکردن، یا اینا شیعه بودن، یا اینا مثلا حالا از فرق و مذاهب دیگه بودن. ما به اینها میگیم که در کجای دین، در کجای اسلام، در کجای قرآن گفته که شما میتوانید کسانی که مخالف شما هستن رو به این راحتی بکشید و به اشکال فجیعی بکشید، گردن بریدن، آتش زدن و جنایات دیگری که انجام دادن. درست است ما با شیعه مخالفت داریم و تضاد داریم، عقایدشان را قبول نمی کنیم، اما این را هم با صراحت و با جرأت میگیم که هیچ مسلمان سنی حق ندارد که هیچ مسلمان شیعه‌ای رو بکشد، مادامی که در کنار ما زندگی میکنن، به شکل مسالمت آمیز بر ما تجاوز نکردن، بر ما حمله نکردن، بر علیه ما قیام نکردن، بر علیه ما سلاح نگرفتن، کشتنشان جایز نیست. تازه اینا که منتسب به اسلام هستن، ولو این که یهودی باشد، نصرانی باشد، هندو باشد، سیک باشد، بت پرست باشد و در کنار ما زندگی میکند، در جامعه اسلامی در شهر ما زندگی میکنن، ما حق نداریم که اونها رو بکشیم، حق نداریم که به اونها تجاوز بکنیم، خون اونها رو بریزیم، مال اونها رو غصب بکنیم. این قاعده قرآنی است که متاسفانه این نابخردان و این دشمنان دین اطلاع ندارن و یا خودشان را به نادانی زدن. من در اینجا اول میم سر قضیه این که آیا در جوامع اسلامی کشتن کفار جایز است؟ ببینید، کفار سه نوع هستند. یکی کافر ذمی است، یکی کافر معاهد است، یکی کافر حربی است. کافر ذمی آن کافری است که در کنار ما زندگی می کند، در شهر ما همسایه ماست، کافر است، هندو هست، سیک است، مسیحی است، یهودی است، بت پرست است، ملحد است، هر دینی که دارد. تنها وظیفه تو به عنوان یک مسلمان این است که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، با حکمت، با سخن نیکو اون رو دعوت بکنی، اجبارش نکنی. لا اکراه فی الدین، مجبورش نکنی تو بیا چاقو رو گردنش بگیر تو بیا کلمه بگو. نه، اینطور مسلمان به درد نمیخوره. اینطوری مسلمانای اسلامی خود ما زیاد داریم. این اهل ذمه است. اینا کسایی هستن که در این کشور به دنیا آمدن، در کشور اسلامی در کنار ما بزرگ شدن و شهروند این کشور هستن. کشتن اینها، اهانت به اینها، توهین به اینها جایز نیست. الله سبحانه و تعالی در سوره ممتحنه آیه 9 میفرماید که آیه 8: لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. الله سبحانه و تعالی شما را من نمی کند از این که به کسانی که به خاطر دین با شما نجنگیدن، ولم یخرجوکم من دیارکم، شما را از شهر و دیارتان خارج نکردن، بیرون نکردن، ان تبروهم، که با آنها نیکی بکنید. سبحان الله، نیکی بکنید؟ بله، باید نیکی بکنید. حق همسایگی رو باید ادا بکنید. در وقت نیاز باید بهش کمک بکنید. اگر بهش ظلم میشه باید ازش دفاع بکنید. اگر مظلوم است باید در کنارش وایستید. این در مقابل کافر است. کافری که در یک کشور اسلامی زندگی میکند. نیکی بکنید با آنها. و تقسطوا الیهم، و با آنها با عدالت برخورد بکنید، عادل باشید، ظلم نکنید، ستم نکنید. ان الله یحب المقسطین، الله سبحانه و تعالی عدالت پیشگان را دوست دارد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که کسی که اهل ذمه را، کفاری که در سرزمین‌های اسلامی زندگی میکنند، اهل اون منطقه و شهر هستند، اذیت میکند، انگار که مرا اذیت کرده است. در حدیث صحیح دیگر میفرمایند که کسی که اهل ذمه را بکشد، بوی بهشت هم به مشامش نمیرسد. اینا اهل ذمه هستند.
که در کشورهای اسلامی زندگی میکنن. حالا به این گروه جاهل نادان داعش میگیم که اینایی را که شما میکشید، اگر به عنوان مسلمان میکشید که قتل مؤمن یا مسلمان حرام است، جایز نیست. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. کسی که یک انسان مؤمنی را میکشد، یک انسان مسلمانی را میکشد، جزای او جهنم است. در مورد قتل آیات و روایت فراوانی است که انشاءالله ذکر خواهم کرد. اما اگر شما اینا را کافر میدانید، حکم کفرشان را صادر میکنید، بد میکشید، اینا که کافر، حداقل کافر ذمی هستند. بنابر منهج باطل شما، بنابر اون عقل کج و معوج شما، بنابر آن دینی که شما سرچپه فهمیدید، اگر اینها را مسلمان میدانید که قتل مسلمان جایز نیست در هیچ صورت. اما اگر کافر میدانید، خب اینا از کدام نوع کافر هستند؟ مخاطب من اون بزرگای اینها که در پشت پرده هستند و دست نشانده های استخبارات کشورهای غربی برای ضربه زدن به اسلام هستند، مخاطب من اونا نیستن. مخاطب من این جوانهایی هستن که امروز متاسفانه این فهم نادرست از دین رو در مغز اینها فرو بردن و جوانهایی که در سن 15 16 17 18 19 20 سالگی، صحبت‌های پریروز بود با یکی از اینها، حالا نه شماره من از کجا پیدا کرده بود، تماس گرفته بود. استاد ما نمیدانیم با این تواغیتی که در افغانستان، کدوم تواغیت؟ همین طالبان. خب طالبان برایش تو شما شدن تواغیت. قبل از طالبان چی بودن؟ اونا ملائکه بودن، فرشته بودن. ببینید که دشمن چطور از اینها استفاده میکنه، در هر زمان، در هر مکان، به شیوهی که بخواد، چون اینا را همینطوری کوک کردن. خب برمیگردیم به موضوع. حالا اگر اینا کافر هستن، چه نوع کافر هستن؟ اهل ذمه هستن؟ طبیعتا هیچ غیر از این که با اونا بگید اهل ذمه، دیگه نمیتونه بگید کافر معاهد هستن یا کافر حربی هستن، چون اینا در اونجا به دنیا آمدن، در اونجا زندگی کردن. خب آیا در اسلام کشتن اهل ذمه به این شکلی که شما میکشید جایز است؟ والله جایز نیست. کسانی که فریب این گروه استخباراتی مخرب دشمن اسلام رو خوردید، جایز نیست. وانگهی آیا کشتن کودکان، اطفال در این ماه رمضان در داخل مسجد و مدرسه جایز است؟ من تحدی میکنم به همه مناظرین و دعوتگران و کسایی که ادعا میکنن که میفهمن چیزی از این مردم، یک دلیل از قرآن و سنت و سیرت و تاریخ اسلام بیارید. حتی میگن در وقت جنگ، در وقتی که جنگ هست، کل کفار، زن و بچه و مرد و زنشون همه بسیج شدن، بالای شما حمله کردن، با شما دارن میجنگن. در این زمان که دیگه فرق بین این که زن است و فلان است نیست. حتی در این حالت علما میگن که کودکان اونها نباید کشته شوند، ولو که در صحنه جنگ دستگیر میشن، چون اونها کودک نابالغ، خب اون حول و قوتی از خودش نداره، پدر و مادرش مجبورش کردن آوردن، اختیار که نداشته. این در حالتی است که جنگ رسمی بین کافر و مسلمان هست. اما اینهایی که میرن در مسجد، مثلا در مسجد رفتن، در مسجد صوفیای سیفی، با همه اشکالاتی که اینها دارن و مشکل ما با اونها مشکل عقدی است، مشکل اعتقادی است، مشکل فقهی هم نیست، مشکل فروعات هم نیست، مشکل در اصول و ثوابت دین ما با اونها مشکل داریم. اما آیا تو وارد اون مسجد میشی، مدرسه میشی، خودتو منفجر میدی یا بمبی رو منفجر میکنی که 30-40 کودک نابالغ حافظ قرآن رو به شهادت میرسانی؟ اینو در کجای دین گفته؟ در کجای قرآن، در کجای سنت گفته؟
قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اطفالی که ما شما میدانیم در افغانستان برای اون اکثر مردم این که این سیفی است، این حزبی است، جمعیتی است، طالب است، فلان است، برایش این مهم نیست. اگر هر یهود و نصارا گبر و ترسای یک لقمه نانی به او بده میرن. مردم فقیرن، نادارن، گرسنن. به خاطر یک لقمه نانی که در آنجا میدادن اینها رفتن در اون جلسه شرکت کردن. این جاهل نادان داعشی احمق میاد اونجا خودشو منفجر میکنه الی جهنم و بئس المصیر و تعدادی از انسانهای بیگناه رو هم میکشه. در کجای دین این رو گفته؟ در کجای اسلام این رو گفته؟ من میگم تحدی میکنم از قرآن نه، سنت نه، از تاریخ، سیرت، از هر جایی که دلتان میخواد یک دلیل بیارید که باید این گونه شما اطفال و کودکان بیگناه رو بکشید. یا در کابل و دفعه اولشان هم نیست و ما در هر مناسبتی که این اتفاقات افتاده تقبیح کردیم، اعلان براءت کردیم که این کار مسلمان نیست که شما میری در مسجد و مدرسه و حسینی شیعه خودتو منفجر میکنی یا اونها رو به قتل میرسانی یا بمبگذاری میکنی. این کار مسلمان نیست. در هیچ جایی از قرآن و سنت نگفته که شما کافر رو این گونه بکشی، چه برسه به کسی که ادعا میکنه که مسلمان است. اگر کافر است، کافر اهل ذمه است، در کشور زندگی میکنه، در کنار ما زندگی میکنه، اما اون ادعا میکنه که من مسلمانم، کلمه میگه، نماز میخوانه. اکثرشان از این شرکیات و کفریاتی که ائمه اینها، آخوندهای اینا منظورم از تبلیغ میکنن، اعلان براءت میکنن، بیزاری میکنن، تو میای اونها رو به این شکل فجیعانه میکشی. این در کجای اسلام گفته؟ در کجای قرآن گفته؟ هدف اینها ببینید، یکی اینو پر کردن این جوان این احمق داعشی رو که میره اونجا خودشو منفجر میکنه. این فکر میکنه که این کار ثواب داره انجام میده. با این کار نداریم. اما اونایی که پشت پرده هستن و توی جاهل رو آلت دست قرار دادن و این کار رو انجام دادن توسط تو، میدونی هدفشان چی است؟ هدف داعش امروز در افغانستان این است که من به صراحت میگم، اگرم که به اونا بر میخوره سرشون رو به نزدیکترین دیوار سیمانی بزنن، به سنگ بزنن، الی جهنم و بئس المصیر، باشون کار نداریم. امروز هدف داعش در افغانستان این است که نیروهای آمریکایی رو دوباره در افغانستان برگردانن. ملت بیدار باشید، دعوتگران، علما بیدار باشید، حتی با اون علمایی که فریب این گروه باطل رو خوردن. هدف داعش امروز این است که دوباره آمریکا و صلیبی‌ها به افغانستان برگردن. هدف داعش امروز در افغانستان این است که ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، همین کشورهای آسیای میانه در افغانستان مداخله و دست درازی نظامی بکنن. والله هدفشان این است. هدف این گروه این است که ایران در افغانستان مداخله نظامی بکنه. هدفشان این است که پاکستان در افغانستان مداخله نظامی بکنه. هدفشان این است که همین حکومتی که امروز در افغانستان بعد از 20 سال قربانی ها و زحمات و تلاش انسانهای مخلص، من نمیگم همهشان مخلص هستن، انسانهای مخلص که مال و جانشان را در راه دین فدا کردن، امروز یک امنیت نسبی آمده، امروز یک حکومت مستقل برای اولین بار بعد از 40-50 سال در افغانستان، یک حکومتی که احساس میکنیم حکومت مستقل است آمده. اینو نمیخوان. به خاطر همین جبهه مزاحمت هم از اینا طرفداری میکنه، از داعش، و همه تسهیلات هم برای اینها آماده میکنن. و شاهد باشید که هر روزی که این جماعت در یک کشوری پیدا شدن، هدفشان ضربه زدن اسلام است، اسقاط حکومت اسلامی است، از بین بردن دعوتگران واقعی، علمای واقعی اون جامعه است. بس است برای خدا؟ آیا تجربه عراق کافی نیست؟ همین داعش نیامد عراق را، از شهرهای عراق را از اهل سنت گرفت، به شیعیان و به ایران و به آمریکایی‌ها سپرد؟ نکردن هم این کارو؟ در سوریه نکردن؟ مجاهدین واقعی رو، مسلمانهای واقعی رو، علمای واقعی رو شهید کردن. شهرهایی که آزاد شده بود توسط مجاهدین گرفتن، میگفتن اینو مرتد هستن، به مجاهدین میگفتن مرتد هستن، گرفتن دادن دست بشار اسد، دادن دست روسا. نکردن اینا همین کار رو؟
این دسیسه استخباراتی است. از برای خدا بیدار شوید. در فلسطین یک گروه حماس با امکانات اندک در مقابل یک طاغوت، در مقابل یک کشوری که تا دندان مسلح است، همه دنیا از عرب و عجم و یهود و نصارا و مسلمان نماها و منافقین همه پشت سرش وایستادن. اسرائیل در مقابل اون میسته. بعد ببین که 4 تا احمق پیدا میشن، کتیبه ابن تیمیه درست میکنن در اونجا، جهاد رو بر علیه حماس و جهاد اسلامی شروع میکنن. و این همیشه در ذهنتان باشه، این معیار این مردم است. با کافر کاری ندارن، کارشون با مسلمان هاست. هر جا مجاهد واقعی، مسلمان واقعی، دعوتگر واقعی دیدن، با او مبارزه میکنن. ما اذیت و آزاری که در طول 12 سال در وصال حق از دست این داعشیا کشیدیم، تهدیدهایی که از طرف اینها شدیم، باور با خدا بکنید از طرف یهود و نصارا و روافض و قزوینی و خامنه‌ای و حکومت ایران نشدیم. چون دشمن اینها با اسلام هست. به نام اسلام، به نام دولت اسلامی، به نام خلافت اسلامی، در حقیقت دارن به ریشه اسلام تیشه میزنن و این جوانهای نادانی که امروز در کنار اینها هستن و افکار اینها رو گرفتن و نشر و پخش میکنن متوجه نیستن. به طور مثال یک نمونه برای شما عرض بکنم. حکومت تاجیکستان مونده بود که از این بیداری اسلامی که این جوانهای تاجیک به این سرعت دارن به طرف دین، به طرف اسلام رجوع میکنن، چطور جلوی اینها رو بگیرن، چطور اینها رو ضربه بزنن. میدونید چی کار کردن؟ 4 تا احمق رو در بین اینها آوردن در تاجیکستان، بیایید به سرزمین خلافت هجرت بکنید. 5-6 هزار جوان تاجیک رسما از تاجیکستان بلند می شدن، می رفتن روسیه، می آمدن ترکیه، بعد می رفتن سوریه، در اونجا می رفتن با دولت داعش. هیچ کس هم جلوی اینها رو نمی گرفت. حکومت تاجیکستان هم خبر داشت، استخباراتش هم خبر داشت، روس هم خبر داشتن، همه کشورها خبر داشت، ناتو هم خبر داشت، آمریکا هم خبر داشت. چرا جلویشون رو نمی گرفتن؟ چون این برنامه ریزی بود. دقیقاً هدف این بود که چطور این جوانهای مخلص و مسلمان رو نیست بکنن و کردن. کجا هستن امروز این تاجیکا؟ تعدادی در کرکوک کشته شدن، تعدادی در موسل کشته شدن، تعدادی در صلاح الدین کشته شدن، تعدادی آمدن در سوریه کشته شدن. نیست و نابودشان کرد. و همسران جوان و دختران جوانشان امروز در زندانهای روافض در عراق شبانه روز مورد تجاوز افسران کثیف رافضی قرار میگیرند. و هنوزم یک جوان احمق رو میبینی که امروز بلند میشه میگه که دولت اسلامی. کدام دولت اسلامی؟ ضربه‌ای که به اسلام و به دعوت اسلامی در تاجیکستان داعش زد، نه یهود زد، نه نصارا زد، نه اتحاد جماهیر شوروی زد، نه روسیه زد. هیچ کس نتونست بزنه که شما زدید. جوانها رو بردید با خانواده. پلان همین بود، برنامه همین بود. KGB نمیتونه جلوی اینا رو بگیره. استخبارات تاجیکستان که از همه تفاصیل زندگی مردم تاجیکستان خبر از این برنامه خبر نبود، اما نه راه رو باز گذاشته بودن، بذارید برن، چون میدونستن که در اونجا برن چه بلایی سرشان میاد. و اونایی که در پشت پرده داعش بودن همین فکر رو، همین رو ترویج میکردن، تبلیغ میکردن. بیایید هجرت بکنید، بیاید به سرزمین خلافت. و اولین بمب آمریکایی هم که آمد حضرت خلیفه با دار و دستش گم شد. مردم، جوانهای بیچاره و بدبخت مردم که فریب شعارهای باطل اینها رو خورده بودن، گوشت دم توپ شدن و هیچ کدامشان امروز سر و صدایی ازشون نیست. در همه کشورهای دنیا همین برنامه رو اینا دارن. در سوریه همین کار رو کردن. باور کنید جوانهای مخلص رو، جوانهای متدین رو، دردآور اینجاست که کسایی که امروز کشته میشن به نام داعشی، اینا از بهترین جوانهای امت هستن که فریب این گروه باطل رو خوردن. اینها رو کشاندن به میدان جنگ. نه تجربه جنگ داره، نه تجربه نظامی داره. اولی کسایی که کشته میشدن همینا بودن و نوامیسشان امروز توسط یهود و نصارا و روافض به تاراج رفته. و هنوزم متاسفانه عده‌ای هستن که همین شعارات رو دارن میدن و تبلیغ میکنن. دوستان عزیز، در افغانستان هم همین برنامه است. برنامه در افغانستان این است که با این اعمالی که اینها انجام میدن پای ایران رو در افغانستان باز بکنن.
پای یهود و نصارا و صلیبی ها رو دوباره در افغانستان باز بکنن و اسلام و مسلمان ها رو بدنام بکنن. این برنامه این هاست، برنامه‌ای که از طرف دشمنان اسلام طراحی شده و در پشت پرده کسانی هستن که دارن اداره میکنن این برنامه رو، دارن اجرا میکنن این برنامه رو، و سوخت اجرای این برنامه این جوانهایی هستن که فریب شعارهای باطل اینها رو میخورن. همونطوری که خدمتتان عرض کردم، مخاطب من جوانهای عاقل اینها است که میاندیشن، فکر میکنن، به قرآن به حدیث اعتقاد دارن، محبت اسلام، محبت دین رو دارن. بهشان میگم یک کمی از عقلتان کار بگیرید. به اندازه جهل در بین اینها وجود دارد که مدت قبل یکیشون سوال کرده من در زندان در تاجیکستان در زندان طاغوت هستم، خب اگر من اینجا یک توبه نامه بنویسم برای من 10 سال حکم صادر شده، 5 سال شاید بخشیده بشه، اگر من این توبه نامه رو یا این عذرخواهی رو یا این رو بنویسم برای طاغوت، ببینید خوب دقت بکنید، آیا من کافر نمیشم؟ سبحان الله. وقتی فهم دین نباشه، فهم قرآن نباشه، فهم سنت و سیرت نباشه، عاقبت این میشه. عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنهما در صحرای مکه عتبه و ربیعه و اینها می آوردن، امیه ابن خلف اینها را شکنجه می کردن. بلال بود و یاسر بود و سمیه و پسرشون عمار. وقتی که یاسر و سمیه رضی الله تعالی عنهما به شهادت رسیدن زیر شکنجه های امیه ابن خلف، عمار از بس که فشار روحی و جسمی آمد شروع کرد به کفر گفتن، شروع کرد به دشنام دادن به الله و رسولش. خبر به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید که عمار این کارو کرده. من خدمت شما این آیه رو بیارم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که این از به اصطلاح فشار شکنجه و عذاب مشرکین این کارو کرده و اما عمار قلبش پر از ایمان است. یعنی شما اگر جایی مسئله جانت مطرح بود، مسئله روحت مطرح بود، مسئله این بود که تو رو میکشن، تو هر چی که از دهنت بیاد بگی، اما در دلت مؤمن باشی اشکالی نداره. الا ان تتقوا منهم تقا. انسان در این حالت است که انسان میتونه حتی هر چی که اونها میگرم تکرار بکنه و مورد بازخواست دینی قرار نمیگیره، مجبوری است. همونطوری وقتی که گرسنه شدی به حد مرگ رسیدی میتوانی گوشت خوک رو هم بخوری، گوشت سگ و گربه رو هم بخوری، در وقتی که دیگه رمقی در تو نمانده مجبور هستی، حالت اضطرار است. شما تصور بکنید الان میخواد این 10 سال رو در زندان بگذرانه به خاطر اینکه فکر میکنه که اگر این توبه نامه رو بنویسه. بابا 100 تا از این توبه نامه بنویس، خودت رو نجات بده. برو به دینت خدمت بکن، برو به خانوادت خدمت بکن، به جامعت خدمت بکن. اگر با نوشتن چند کلمات و جملات 5 سال از زندگی تو نجات پیدا میکنه. اما نیست، فهم دقیق، فهم صحیح از اسلام، از دین نیست. اما همین گروه داعش، این که جنایاتی بود که در حق کسانی که اونها را حالا شاید کافر بدونن انجام میدن. چقدر از علما و دعوتگران مسلمان رو به خاطر اختلافات اندکی که داشتن کشتن. آیا اینها نمیدانن که الله سبحانه و تعالی میفرماید که و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، جاودانه در آتش جهنم میمانی اگر تو یک مسلمانی رو میکشی. به خاطر چی؟
به خاطر که در قضیه عذر بالجهل با او مخالفت داری؟ همین چند وقت پیش دیدیم که در سوشال مدیا چقدر این مسئله رو بزرگ کردن. یک مسئله ای که جزء از اصول دین نیست، جزء ارکان اسلام نیست، جزء اعتقادات نیست، مسئله شرک توحید نیست، مسئله کفر و ایمان نیست، مثل یک مسئله فقهی اختلافی بین علماست. اینقدر اینو بزرگ کردن که حکم قتل و تکفیر هم دیگر رو صادر کردن. و چه بسا شاید دعوتگرانی علمایی به خاطر همین مسئله که رد علمی اونها رو داده باشند توسط این گروه به شهادت رسیدن. از برای خدا علما و دعوتگران مسلمان را نکشید. مخاطب من باز هم میگم جوانهایی است که فریب اینها رو خوردن. اینها در پشت پرده از شما دارن سوء استفاده میکنن، دارن اسلام رو ضربه میزنن، حکومت اسلامی رو ضربه میزنن، علما و دعوتگران مسلمان را توسط شما از بین میبرن. اینها نه منهجی دارن، نه اعتقادی دارن، نه دلیل و برهان قاطعی دارن. هواپرستن، هواپرست. من در مدت 10-12 سال که در کانال بودم خیلی با اینها بحثای زیادی داشتم. تعداد زیادی از اینها قانع شدن در آن موقع از عراق برگردن و برگشتن. خیلی هاشان برگشتن با چند لحظه صحبت باشون، چون اینا رو فریب دادن. با 2-3 تا دلیل قرآنی فریب اینا رو، دلیل برداشت به اصطلاح اشتباه از قرآن، اینا رو فریب دادن. با 2-3 دلیل قرآنی باور کنید که همشون به اشتباهات خودشون پی بردن. خیلی هاشون برگشتن. بعد از اولین صحبتی که با حدود 700-800 نفر از اینا از عراق برگشتن به ترکیه و تعدادشون زندگی میکنن، تعدادشون هم رفتن به کشورشون یا به کشورهای دیگه رفتن، نمیدونم، اطلاعی ندارم. فریب خوردن. و وظیفه علما و دعوتگران حقیقی این است که بیان بکنن. سکوت نکنید در مقابل این فرقه گمراه. باور کنید خطر داعش از خطر یهود بدتر است، از خطر آمریکا و ناتو بدتر است. اینها به نام اسلام فریب میدن جوانان ما را، فرزندان ما را فریب میدن. اینها مسلمان ها را میکشن، مخلصین را میکشن، صادقین را میکشن، دعوتگران را میکشن. در مقابل اینها از سلاح دعوت کار بگیرید، از سلاح منبر، در سوشال مدیا توسط مقالات، کتاب، برنامه‌های تلویزیونی حقایق رو بیان بکنید، وگرنه نوبت همه شما میرسد. 2 فکری است که امروز در افغانستان و در خیلی از کشورهای اسلامی سبب بدبختی و دربدری مسلمان ها شده. یکی فکر خوارج، همین فکر داعش، و یکی فکر مدخلی. به مناسبت امروز که حالا مثلا رئیس جمهور ترکیه اردوغان رفته به سعودی، من ماندم که مدخلی های افغانی و سعودی و اماراتی و ایرانی که تا دیروز صفحاتشون در فیسبوک و سوشال مدیا پر بود از بدگویی به ترکیه و با اردوغان، از لحظه ای که اعلان شده برید ببینید صفحاتشون رو، همه اون پستا رو دارن پاک میکنن. خاک بر سر این منهج و دین و عقیده ای که تو داری. تا دیروز بعد ترکیه و اردوغان میگفتن، الان دارن همه پستا رو پاک میکنن. و مدخلی های امارات رو بعد از سفر چند ماه قبل اردوغان به امارات، همونایی که تا دیروز بدگویی میکردن، پستای بدگویی خودشون رو دلیت کرده بودن، شروع کرده بودن به مداحی، تعریف و تمجید از ترکیه و اردوغان. این دین و عقیده و مذهب اینا اینطوری است. همینای مدخلی های افغانی که تا دیروز در فیسبوک برای اردوغان و ترکیه صحبت میکردن، الان نمیدونم چی کار میخوان بکنن. و یقین بدانید همشون دارن پاک میکنن پستای سابقشون رو. این دین اسلام نیست. این دین
قرآن نیست، این دین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. دین همون کسی است که ولی امر خودشون قبول دارن. اگر اون با هر سگی نشست، این هم برای از اون یک ملک درست میکنن، یک فرشته درست میکنن. و اگر هر مسلمانی رو اون ولی امر خود ساخته خودشون بد گفت، خلاص اون بد است، از اهل جهنم است. داعش و خوارجی که امروز هستن و فکر باطل مدخلی و جامی، اینها نه منهجی دارن، نه یک اصول و ثوابتی دارن، هیچی ندارن. منهج اینا فقط همون سیاست همون کشور، سیاست ولی امرشون. دینشون سیاست کشور است، عقیدهشون سیاست کشور است، فقهشون سیاست کشور است. هر طرفی که سیاست تغییر کرد، اونا همون طرف تغییر میکنن. پس مسلمان باید صاحب یک منهج باشه، صاحب یک اصول و ثوابت باشه در دین. مسلمان باید پیرو قرآن و سنت باشه، نه اینکه من تعجب میکنم، یعنی 30-40 سال است در افغانستان استخبارات کشورهای مختلف به اشکال مختلف خون مسلمان را به دست مسلمان میریزن، اما اینایی که امروز به نام اسلام، به نام خلافت، به نام دولت اسلامی این جنایات را انجام میدن، که بیایید ما به اونا میگیم عاقلانه بیاندیشید. بشینید امشب فکر بکنید که وقتی که تویی که میری مساجد و مدارس شیعیان رو در افغانستان مثلا به این شکل منفجر میکنی، همین کاری که تو کردی به نفع کی است؟ نه این است که به نفع ایران است، نه این است که شیعیان رو بر علیه حکومتی که تازه قائم شده در اونجا میشورانی. این جنایت ها، این اعمال ضد انسانی، ضد اسلامی، به خاطر نابود کردن اسلام و مسلمان هاست، نه به خاطر برپایی دولت اسلامی یا حکومت اسلامی آنطوری که ادعا می کنند. الله سبحانه و تعالی در سوره فرقان آیه 68 می فرماید که از صفات مؤمنین، از صفات انسانهای مؤمن و انسانهای متقی که پیرو قرآن و سنت هستند چی است؟ والذین لا یدعون مع الله الها آخر، کسانی هستند که با الله سبحانه و تعالی معبود دیگری رو صدا نمی کنند، هرچه میخواند از خدا میخواهند. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، و هیچ انسانی را نمیکشند مگر به حق. به حق یعنی چی؟ جنگ کرد، سلاح در مقابلت بلند کرد، حق داری در مقابل سلاح بلند کنی، بجنگی، بکشی. بر تو حمله کرد، تجاوز کرد، از جان خود دفاع میکنی، میکشی. این است بر حق. دزدی کرد، جنایت کرد، قتل کرد، قصاص میکنی. اما والله در هیچ جای دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم نگفته که بری در مسجد صوفیا رو کودکانشون رو بکشی، یا در مسجد شیعیا بری، در مدرسه شیعیا بری کودکان شیعه رو بکشی. نگفته در هیچ جا. دلیل دارید بیارید، دلیل قرآنی بیارید، دلیل محمدی بیارید. نه اونایی که به نام ابو فلان و ابو علان در پشت پرده که شما اونها را هرگز ندیدید، که کارمند کدام سازمان استخباراتی کدام کشور کفری است و ریموت شما را به دست گرفته و امروز توسط شمایی که ادعا میکنید عاشق اسلام هستید، توسط شما تیشه به ریشه اسلام میزنن. این مصیبت اینجاست که هنوزم عده‌ای از جوانان ما متاسفانه خوابن و متوجه این دسیسه دشمنان اسلام نیستن. در سوره مائده در آیه 32 الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کسی که یک انسانی رو
بدون اینکه قصاصی در میان باشه، قتل کرده باشه که در مقابل قتل بکشی، یا اینکه فسادی کرده باشه در راهزنی قطاع طریق که باید کشته بشه، میکشه مانند این است که همه بشریت را کشته باشه. چقدر عظیم است این گناه در نزد الله سبحانه و تعالی. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. کسی که یک انسانی را زندگی ببخشه مانند این است که همه بشریت را زندگی بخشیده باشه. چقدر این گناه عظیم است در نزد الله سبحانه و تعالی کشتن یک انسان، و چقدر در نزد این جنایتکاران داعشی چقدر آسان است، چقدر سبک است. چه جرأتی دارن در مقابل الله، چه جرأتی دارن در مقابل دین، مقابل اسلام. خود یکی از دوستان میگفت که اگر رسول الله و صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین هم امروز حاضر بشن، زنده بشن، در این زمان بیان، همین داعشی ها حکم تکفیر پیامبر و صحابه را صادر میکنن. و این واقعیت است. این افراد، این زیاده روی عاقبتش امین است که حتی در زمان صحابه گفتم اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم را تکفیر کردن و کشتن. پس از خدا بترسید، به نام دین، به نام اسلام، به نام خلافت، به نام دولت اسلامی این جنایات را نکنید. فتنه و تفرقه و جنگ در بین مسلمان ها ایجاد نکنید. علما و دعوتگران مسلمان را به بهانه های مختلف مرتد گفته و منافق گفته نکشید. این یکی از نکات مهمی بود که دوست داشتم در برنامه امروز خدمت شما عزیزان بیان بکنم. میان برنامه میبینیم و بعد از اون انشاءالله دوباره در خدمت شما عزیزان خواهم بود. با ما همراه باشید. رمضان برنامه شماره واتساپ برنامه دوستانی خواستن در برنامه مشارکت داشته باشن، صحبتی داشته باشن، می توانند به شماره واتساپ برنامه که عزیزان زیرنویس خواهند کرد تماس بگیرن و انشاءالله در برنامه در خدمتشان خواهیم بود و پیامشان رو یا سوالشان رو خواهیم شنید. انشاءالله دوستان لحظاتی بعد پیامگیر رو در اختیار من قرار میدن. اما خیلی کوتاه میخوام در مورد شرایط و موانع و ضوابط تکفیر صحبت بکنیم در اسلام. در این شک نیست که وقتی که ما مخالفت با فکر تکفیری داریم به این معنی نیست که در اسلام تکفیر وجود نداره. نه خیر، در اسلام مسلمان و مؤمن هست، کافر هست، یک سری مسائلی است که انسان رو از دایره اسلام خارج میکنه، به دایره کفر داخل میکنه. مسائلی هست، اعتقاداتی هست، اعمالی هست که اعمال کفری است و یک انسان مسلمان باید از اون دوری بکنه که در این مورد ما ویژه برنامه‌ای هم داشتیم، مفصل صحبت کردیم. به شکل نقاط میخوام در اینجا ذکر بکنم که اول ما وقتی کسی رو میخوایم تکفیر بکنیم باید دلیل صریح از قرآن کریم بر کفر او وجود داشته باشه. مثلا یک عالمی است، یک دعوتگری است، دشمنا میخوان چطور این رو از میدان بردارن، چطور این رو گم کنن از جامعه اسلامی. چیکار میکنن؟ یک انسانهای جاهلی رو پیدا میکنن و بیشتر جوانها، بعد شروع میکنن رو مغز اینها کار کردن. ببین این طرف مثلا در فلان مسجد امام هست. خب اینجا میگه خب چه اشکالی داره که در مسجد امام؟ نه تو نمیدونی این در مسجد امام است که این مسجد از طرف
اوقاف داره اداره میشه. میخوام این سلسله چطور افکار جوانان رو تغییر میدن. خب با چه اشکال داره طرف اوقاف؟ نه، این اوقاف یک وزارت است و این وزارت در کابینه حکومتی است که توسط کفار در کشور اسلامی به اصطلاح نصب شده. خب کافر که کافر است، اینا چون حکومت دستشانده اونها هستن، آیات هم حاضر دارن با برداشت خودشون. و من یتولهم منکم فانه منهم. خلاص، چون که این مسجد مربوط اوقاف است و اوقاف یک وزارت است در حکومت و این حکومت دستشانده آمریکاست، پس این حکومت کافر است، این وزارت کافر است، این وزیر کافر است، اوقاف کافر است، کارمندایی که در اوقاف کار میکنن کافر است. امام مسجدی که امامت مسجد مرتبط با اوقاف را هم قبول کرده به طبیعت حال کافر است. به این سلسله میان و اینا رو قانع میکنن. الان بعد میگن تو اگر خودتو بری در این مسجد منفجر بکنی و این امام رو یا بکشی یا این مثلا این مین چسبکی رو مثلا به ماشینش بچسبانی فلان بکنی، تو انقدر اجر و پاداش خواهی داشت. این احمق میره این کارو میکنه، نه این پرسه که خب اگر تو واقعا راست میگی تو چرا نمیری با رأس بجنگی، با رأسی که این حکومت رو که به نظر شما حکومت کفری است در اینجا آورده و الی آخره، چرا از بین همه اینا رد میشی به جان امام مسجد میفتی؟ چون این امام مسجد، نه همه امامان مسجد، اکثریتشون انشاءالله اینطوری هستن، این امام مسجد میگه که در این وظیفه‌ای که من هستم بیا در اینجا حق رو بیان میکنم، عقیده صحیح رو بیان میکنم، دعوت میکنم، مدرسه میسازم، اطفال و کودکان رو مثلا درس قرآن بهشون میدم، دروس تفسیر میدم. بیایید جامعه رو ما با وجود همه این مشکلاتی که هست اصلاح میکنیم به اندازه استطاعت خودم. بعد چی کار میکنن؟ همین انسانی رو که در اینجا مصدر خدمت برای دین و برای جامعه است با این دلایل میارن، این رو میکشن، ترور میکنن، این مسجد رو منفجر میکنن. ببینید دشمن چطور میاد اینها رو شستشوی مغزی میده. به من گفتن که شما کافر هستی؟ خب دلیل چی است که من کافرم؟ نه، شما در ارتداد کفر شما هیچ شکی نیست. چرا؟ شما در یک کشوری زندگی میکنی که در رأس آن طاغوت است. گفتم خب کجا برم؟ الان کدام کشور اسلامی وجود داره که اونجا طاغوت حکومت نکنه و من برم در اونجا حکومت بکنم؟ گفت بیا موصل، عراق، اینجا بیایید، ما اینجا به شما دفتر میدیم، به شما تلویزیون میدیم، فلان میدیم، در اینجا دعوت بکنید. عقل رو ببینید، مغز رو ببینید. در نزد اونها انصاری کافر مرتد است. چرا؟ چون که در سایه یک حکومتی زندگی میکنه که در نگاه اونها در رأس این حکومت طاغوت است. رأس طاغوت است، وزرا طاغوتن، همه ارگانهای دولتی طاغوتن و این مردمی که در این سایه این حکومت زندگی میکنن ولو این که این روش حکومت رو یا این اعمال حکومت رو تایید نکنن کافرن. این است اعتقاد اینها. این گونه انسانها رو تکفیر میکنن. شما تصور بکنید بهترین علما و دعوتگران جامعه رو تکفیر میکنن، مباح دم میدانن. همینطور. دیگر این که شرایط برای تکفیر وجود داشته باشه. اون شروطی که نیاز هست، طرف عاقل باشه، بالغ باشه، با عقل باشه، با علم باشه که این کار رو انجام داده باشه. و هیچ موانعی هم که از نگاه شرعی مورد اعتبار است وجود نداشته باشه. طرف رو مجبور کرده باشن که بیاد یک حرفی رو بزنه. من یک داستانی رو میگم تا ببینید که اینها تا چه اندازه در حماقت و در جهالت غرق هستن.
یکی از علما رو در یکی از کشورها برده بودن، بعد این رو خواهر و مادر برده بودن، همسرش هم برده بودن که اگر این حرفایی رو که روی این کاغذ نوشتیم در جلوی دوربین نگی، به اینا تجاوز میکنیم. خب در این حالت این عالم رفته بود در تلویزیون، هر چی که خواسته بودن گفته بود. این کار عاقلانه ای که هر مسلمان باید بکنه، چون اون عزت شرفش همین مهمتر است به اصطلاح این مسائلی است که میاد در جلوی دوربین میگه. دین هم اینو بهش اجازه داده، در حالت اضطرار میتونه بگه. بعد این مردم شروع کردن خودش رو تکفیر کردن، خانوادهش رو تکفیر کردن، همه حسل و نسبش رو تکفیر کردن، چه تهمت هایی که بهش نزدن. بعد از 10 سال ثابت شد که این عالم و این انسان به خاطر مجبوریت این کارو، چه خونهایی رو که نریختن، به چه انسانهایی که ظلم نکردن، عاقبتش هم بنابر چی؟ بنابر جهل و نادانیشان از اصل قضیه. و اگر مانعی مثل این وجود داشته باشه، مثل اینکه در برنامه گفتم که اگر کسی رو مجبور بکنم، مانند عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنهما که مجبور شد کلمات کفری، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم شهادت دادن که قلبش مؤمن هست و در اون انگام جایز است. یا اینکه اگر کسی عالم باشه، آگاه هم باشه، جاهل و نادان هم نباشه و یک عملی رو آگاهانه انجام داده باشه که این عمل در قرآن و سنت سبب کفر میشه، در اون صورت انسان میتونه که اون انسان رو تکفیر بکنه. یا اینکه این عمل رو عمدن انجام نداده باشه، به شکل خطا انجام داده باشه. کسی میاد یک عملی رو به خطا انجام میده، دیگه بدون تحقیق، بدون بررسی نباید که حکم تکفیرش رو صادر بکنن و با اختیار گفته باشه. این رو هیچ جبر و اکراهی هم وجود نداشته باشه. اما چه چیزهایی مانع میشه که انسان کسی رو تکفیر بکنه؟ جهالت، نرسیدن احکام، عدم اقامه حجت، خطا، قولی که بدون قصد و اراده از کسی صادر شده باشه، و یا اینکه اون قولی که گفته بر اساس یک توجیه و یا تعویل باشه، یا بر اساس اجبار و اکراه یک سخنی رو گفته باشه، یک عملی رو انجام داده باشه. اینها از جمله مسائلی است که ما در اون صورت میتونیم کسی رو تکفیر بکنیم، نه اینکه بدون دلیل، بدون مدرک. و پیام آخر من این است که جوانانی که امروز فریب داعش رو خوردید، فریب مدخلی ها و جامی های گمراه رو خوردید، به قرآن برگردید، به سنت برگردید، حداقل یک بار سیرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو بخوانید. بدون دلیل، بدون مدرک، بر اساس هوا و هوس کسی رو تکفیر نکنید. همین مدخلی ها انسان هایی هستن که ما بعد از برنامه‌ای که داشتیم در مورد یک سری حقایقی در مورد اینها، از هیچ اهانت و توهین شخصی، ناموسی در حق انسان فروگذار نمی کنن. باور کنید که یکی از اینها در صفحه فیسبوکش آدرس محل اقامت من رو هم گذاشته بود تا اگر روافض یا اگر دشمنانی بخوان اذیت و آزاری برسانن، بله آدرس هم در صفحه این آقا وجود داره. تا این اندازه اینا هستن و این خیلی خطرناک است که یا افراط که به تکفیر و به قتل و کشتار با این شیوهی که جماعت گمراه داعش گرفتار آن هستند، یا تفریطی که خوارج که هر
کس و ناکسی رو به نام ولی امرشون واجب الاطاعت میدانن و هرچه اون بگه که انه وحی منزل از آسمان است. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی به همه ما و شما عزیزان توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو نصیب بکنه. تماسی میگیریم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. میخواستم خودتون رو معرفی کنید. صحبت کنم. خودتون رو معرفی کنید. امیررضا رضایی. آقای رضایی. بله. خودتون هستید آقای انصاری؟ بله بفرمایید. چند تا سوال داشتم استاد. میخواستم بدونم که چون من تازه مسلمان شدم، تازه موحد شدم، قبل شیعه بودم. درست. با برنامه‌های قبلی شبکه وصال حق اونا رو تو یوتیوب میدیدم و برنامه شبکه وصال حق، کلمه نور درست و غیره. میخواستم بدونم که آیا مثلا حکومت عربستان یا ترکیه، امارات، کشور خلیج و اسلامی دیگه اینا طاغوت حساب میشن؟ به چه دلیل طاغوت حساب میشن؟ نه از شما میخوام، نمیدونم من اصلا طاغوت حساب نه میشن یا نه. نه الان شما میگید طاغوت، معنی طاغوت چی است؟ معنی طاغوت ظالم باشه، حکومت بدی باشه، منظورم اینه. منظور طاغوت ظالم می باشه، یعنی به مجرد ظلم کردن کسی طاغوت میشه. وقتی ما کسی رو طاغوت گفتیم یعنی چی؟ یعنی در مقابل الله قرار میگیره. درسته؟ وقتی که در مقابل الله قرار گرفت میشه طاغوت. طاغوت یعنی کافر، طاغوت یعنی اهل جهنم، یعنی شما میاد تکفیر میکنید همه رو. درست است؟ طاغوت ما وقتی میتونیم به کسی طاغوت بگیم که این حکومت یا این شخص علنا بیاد به غیر ما انزل الله حکم بکنه، علنا با اسلام و شعائر اسلام مخالفت بکنه، در اون صورت ما میتونیم بهش طاغوت بگیم. همین شرایطی که لحظاتی پیش من خدمت شما بیان کردم و بقیه بینندگان. اما این که ما همینطوری بیایم مثلا بدون دلیل و برهان بگیم آقا این حکومت طاغوت است، ببینید یک سری چیزا مترتب میشه بر این. مثلا وقتی که شما میگید که در رأس این حکومت طاغوت است، این به این معنی است که کسانی که در این حکومت کار میکنن اینا دستیاران طاغوت هستند. درسته؟ و کسانی که به این حکومت رأی دادن، در سایه این حکومت زندگی کردن، به وجود این حکومت راضی هستند، اینام جزء به اصطلاح همکاران طاغوت حساب میشن. مشکل امروز فکر داعشی همین است. دقیقاً همین مشکل در فکر شیعه هم هست، چون ببینید داعش از فکر شیعه سرچشمه گرفته. اصل اولین گروه خارجی از کجا پیدا شد؟ از بین شیعیان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که سیدنا علی در قضیه نهروان بیش از 4-5 هزار اینها رو از دم تیغ گذراند. اصلا خواستگاه فکر تکفیری داعشی یا خارجی در سابق از بین فکر تشیع بود، فکر به اصطلاح عبدالله ابن سبع یهودی که خودش رو در جامعه شیعه علی و پیرو علی و پیرو اهل بیت جا زدن و اصل تکفیر از اونجا پیدا شد. و امروز میبینیم که اگر ما واقعا دین تشیع رو مورد بررسی و مطالعه قرار بدیم، شیعیان غیر از خودشون همه رو کافر میدونن و در این هیچ شکی نیست و هیچ دلیلی غیر از این هم بابام گفتم. بله من اینو به بابام که شیعه است گفتم. گفتش نه منظور ما که مثلا میگیم کافرن، اون کافری نیستش که ازدواج باش حرام باشه یا بقیه چیزا. منظور به خاطر اینه که مثلا فقط ولایت علی و اینا رو کنار گذاشتن. نه خب ببینید، ما بابای بزرگوار شما سلام خدمتشون تقدیم بدارید، زنده باشید، عالم دین نیستن یا مرجع دین نیستن که حرفشون در قضیه دینی برای ما مدار اعتبار باشه. مرجع ما کتب است. مثلا شما ببینید الان در همه تفاسیر شیعه میگه که یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. خداوند میگه قهر شد، عصبانی شد بالای پیامبر. حتی خمینی در کتاب حکومت اسلامی هم همینو میگه که پیامبر یک کمی داشت چیز میکرد، مجامله میکرد. سبحان الله، همین حرف رو به همین تعبیر در کتاب خمینی است. میگه پیامبر داشت شانه خالی میکرد از زیر بار ولایت تا خداوند این آیه رو در غدیر خم نازل کرد که ای پیامبر بلغ، داری چی کار میکنی؟ یلا ابلاغ بکن قضیه امامت رو. اگر امامت رو ابلاغ نکنی رسالتت رو ابلاغ نکردی. پس امامت مهمتر از رسالت بود.
امامت جزئی از به اصطلاح اصول دین و عقیده و رکنی از ارکان اسلام در نزد تشیع محسوب میشه و در همه کتابهاشون باب کفر کسانی که منکر ولایت باشن ما داریم. متوجه هستید؟ درسته. سوال دیگری دارید؟ مثلا میگم که امارات حالا به خاطر اینکه با اسرائیل روابط برقرار کرده اینا. خب این روابط رو ببینید من نمیخوام توجیه بکنم. قضیه روابط با اسرائیل باطل است، ناجایز است، غلط هست، در این هیچ شک و شبهه‌ای نیست. این مسئله دین است. ببینید مسئله اعتقاد است. اما وقتی شما میخواید بیاد بگید که طاغوت هست، این یک اصطلاح شرعی است. طاغوت چه معنی و آیا برای طاغوت شمردن کسی دلایل شرعی از قرآن و سنت دارید؟ من نمیگم که فلانی طاغوت است، من نمیگم که نیست. اما شما که وقتی میگید طاغوت است یا کسی که اعتقاد داره طاغوت است، آیا این دلایل شرعی طاغوت بودن رو میدانه؟ آیا صدق میکنه بر شخصی که شما به اون کلمه طاغوت اطلاق میکنید یا نه؟ و همین روابط رو که خیلی دارن برادر عزیز. مثلا همین ایران در 8 سال جنگ با عراق همه سلاحش رو از طریق اسرائیل میخرید. ایران با اسرائیل ارتباط داره، هنوزم داره، چون یک واقعیتی است که این همه مرگ بر اسرائیل میگن. در طول این 40 سال انقلاب ایران یک سرباز ایرانی با یک سرباز اسرائیلی روبروی هم دیگه نجنگیدن. حتی گروه‌های مانند حزب الله که به اصطلاح از طرف ایران کمک میشن، فقط کارشون پاسداری و پاسبانی از مرز اسرائیل هست، هدف دیگری ندارن در اونجا، و جلوگیری از وارد شدن مسلمانان به خاک اسرائیل. یعنی شدن مرزبانهای اسرائیلی حزب اللهی طرفدار ایران. یعنی یک چیزی مثل این. بعضی کشورها منافقن مثل ایران و اگر که مثلا ارتباطی هم دارن پنهانی دارن. بعضی کشورها دیگه بی‌حیایی رو به اندازه رساندن. حالا مثلا ما دلیلی نداریم که بگیم اینا با اسرائیل مراوده دارن. نه، مسئله دلیل این نبود. منظور من این نبود. شما سوالتون در مورد طاغوت بود و آیا این که یک کشوری اگر امروز با اسرائیل روابط برقرار میکنه یا روابط داره، این کار خوبی است یا کار بدی است؟ هیچ مسلمانی نمیگه که کار خوبی است. متوجه هستید؟ تشکر میکنم از شما. زنده باشید. خداحافظ. تشکر میکنیم. خب به پایان برنامه رسیدیم تا فرصت دیگر که باز هم با نسیم رحمت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همه‌تان را به پروردگار متعال میسپارم. بعد از اینکه به پروردگار متعال میسپارم، این رو بگم که اشخاصی مثل اینها، ببینید چه دستهای استخباراتی پشت این افکار وجود داره. این رو خیلی دقت بکنید جوانان عزیز اهل سنت. یکی از برنامه‌های 50 ساله نظام ایران این بود که جوانان اهل سنت را در کشورهای اسلامی بر علیه حکومت‌ها بشورانند و بعد از اون خودشان را به حکومت‌ها نزدیک بکنن و بعد از اون از این طریق ضربه بزنن به اهل سنت. این برنامه‌ای بود، پلانی بود که 40 سال پیش نشر شده بود و دارن مو به مو همون برنامه رو امروز اجرا میکنن در کشورهای اسلامی. پس شما فریب اینها رو نخورید. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني
ونورا للهداية والبيان